با لطف خدای بزرگ و با دفاع کردن شجاعانه سربازان این سرزمین و با رهبریت عالی رهبر بزرگوار آقای خامنه‌ای، امروز خنده دوباره بر لبان مردم ایران جاری شد. واقعا جای خرسندی است و باید از خدای بزرگوار تشکر کرد به خاطر از اینکه همچون سربازان دلیر، سربازان شجاع را نصیب این سرزمین کردند. سربازانی که شبها را بیدار ماندند تا مردمشان راحت بخوابند و در مقابل دشمن جنگیدند و دشمن را شکست دادند. این سربازان واقعا ثابت ساختند که فرزندان واقعی این سرزمین هستند. زنده باد سربازان این میهن، زنده باد رهبر صاحب بزرگوار و زنده باد مردم غیور ایران که در کنار سربازان و در کنار رهبرشان ماندند. پیروز باد ایران.